مرکز دهه آبشاران تا به اینجا زیاده از 10 کیلومتر راه است. و در این دره زیبایی که شما میبینید عین حال میگویند که خرس و گرگ نیز هست. یعنی در اینجا هر آن چیزی که ما میبینیم فایده‌ناک است. فایده‌ناکش بسیار است. خودی اصل بو بکشی اصلی که هیچ خیلی بوداره. دوستان درود، باز هم برنامه میآموزیم است منظوری شما و ما حالا در سردره ناحیه فیض‌آباد قرار داریم که از مرکز دهه آبشاران تا به اینجا زیاده از 10 کیلومتر راه است. ولی حالا ما به نقطه هدف، نقطه مقصد نرسیدیم. امروز میخواهیم عسل پروری را آموزیم. واقعا هم اینجا هوا کمی سرد است. شما را برای تماشای این برنامه دعوت میکنیم زیرا باور داریم که برایتان پسند میآید. رفتید. و نهایت دوستان همان گونه که گفتیم رسیدیم به نقطه هدف، یعنی در اینجا زنبور پروری به راه مانده شده است و در این دره زیبایی که شما میبینید عین حال در برابر پرورش زنبور اینچنین گوسفندان میگویند که خرس و گرگ نیز هست و باز گفتند که از ناحیه فیض‌آباد تا به اینجا زیاده از 30 کیلومتر راه است. ما باشیم حالا به نزد زنبور پرور، عسل پرور حاجی فتح‌الدین صالحوف می رویم و این هنر را می آموزیم. سلام و درود، خسته نباشید. سلامت باشید. خوبید، سلامتید؟ میشه، شکر. و خیلی میدونید علاقه آگاه هستید ما میخوایم امروز زنبور پروری را آموزیم. میشه می آموزیم. برای پیش از همه به نزد زنبورها رفتن، با آنها سر و کار گرفتن ما باید خود را حفظ نماییم. باید محافظت کنیم. ای زنبور، این استینچه رو میگیریم. دستمانده میاندازیم که زنبور دروی استینا مونده ندراید. انا استین رو میکنیم. بعد از اون خاک به دستک هم میشود. لیکن برای محافظت کردن که نگزن دستک میکنیم. دستک استینا اینا ایجا در چیز میروریم. انا بعد کلاپوش میکنیم. این رو از این خیر میپوشن؟ رو انایت. با اینی خیلی میشه که ایتام نگاه کنی. انم خیلی این اینجا شده اینجا میکشیم. انا تا پیش زنبور میریم. پیش از نزد زنبور رفتن یگان قاعده هست که ما باید سر اول دانیم به غیر از طرز لباس پوشیش. دود کنک میکنیم، دود میکنیم. این دود همین زنبور را همین آرام میکنه. آرام میکنه و کار میکنه برای که زنبور هم حرکت میشه. همین تا هجوم هم حمله میکنه. همین دود آرامش میکنه. برای همین دود میکنیم. کمی سرخوش میکنه. سرخوش همون خمیشه. میرویم. مایلش بی. این اسباب دوددهی بود؟ یه اسباب دوددهی ایره میگیری. ایره میگیری. در کار هستن؟ تا بالا میریم. چی لازم است؟ این کفایه؟ با ایره میگیریم. این سطل شما بگیری. سطل آب؟ این برای عسل گرفتن. برای زنبور تکیدن اوقات تازه کردن چیز. یعنی که حاضر روی میکنیم استا. حالا موسم عسلگیری هستن؟ بله. اینجا چون سرد است کمی بهتر عسل میگیرن. نه ما این دیم باره گرفته ایستاده. یک بار تحت گرفتیم. در پایان گرمتر است آنجا. گرمتر است. این زنبور همین منطقه را بگیم مقصد که یه وقتی معین داره است. بعد او بو نمیشه. انا پایان دا گرفتیم با بالا میرونیم. اگر راه نیست اگر با بالا بری بو میشه. بو میشه. این خیلی. شما
چند سال بود با زنبور پروری مشغول؟ 8 سال زیادتر. اینه اصل آورده که اینه ایو اصلو یک کمتر کار کردگی نیالی حالی خام وقتی که همین پخت اصلش پخت همین تا اندو چیز میکنند محکم میکنند بهترین محکم میکنند این محکم میکنه ایوارا از همون محکم کردنش میفهمید که اصل تازه پور است اصل تازه و پختگی پختگی اوی که چیز نداره در اینجا باز بیشتر پخته اینجا بیشتر این رمکای اول کمتر ولی استوستان تا میریم با بیشتر توی نیزی را پیچد میاد این اصلی نه اصلی که زنبور از روی قاعده عمل میکند شاید البته این بود در همین جا همین زنبور هم مثل همین انسان همین خیلی کارگر دارد آبیار دارد جوربکش دارد مثال همین خدمت میکردن در اینجا باز ملیکه هست ملیکه هست از میاییم شه انشالله اگر هم ملیکه رو از چی شناختن ممکن است؟ ملیکه فرق میکنه ملیکه فرق میکنه بعضا دو میشده است که در یک این چارچوبه دو تا ملیکه است آن را میگیرند و دیگر و میگذارند برای جیدو کردن جیدو میکنن وقتی که دو تا شید 3 تا میشه و 4 تا میمونن همون چیز شد بعد خیلی که بگیم در خانه کلین بیسا میشه که کودک بیسا نویره بیسا بعد جنگ میخورن مثال و همین را قهر میکنه همین زندگی آدم همین زنبور هرچیش با فیلم برابره انا که با اینجا تخم دارد اینجا با اویله را زیاد کیسه هم اصل کیسه هم اینجا تخم هم ملیکه تخمیشان را چه خیلی اینه تخمه اینه تخمه با اینا شیر داره که شیر درنو را دیده شیر سبیدو انا ایوان تخمه ایوان مثال 3 روزه 4 روزه این خیلی نشان دهید انا خیلی و اون کوبوپیایی که سفید است در داخلش در آنجا نیست میگویند که تخم است زنبور اگر که اویله با قوت باشه میگه یک شلده تا 800 تا 1000 تخم میمونه ملیکه هر یک دوی آن زنبور میشود یا که کمش زنبور میشه هر کدومش موندگی زنبور میشه این بهار ما زنبور جدا کرده بودیم انا خیلی کمتر محنت کنی بهار ده زنبور میفروشی مثال در کارت نباشه بگوی که زیاد نکنم میفروشی سبب زندگی و با خانه هایش هم میفروشه چه خیلی؟ همین 4 تا همین خیلی چوب کشه قطعی ملیکش میفروشه و خوراک زنبور ها چی است؟ که از دامنهای کوه از دامنهای کوه همین تا چیز میگیرن گرد گل ها را بله؟ گرد گل اینجا علف های رنگ و رنگ بسیاره ما همین سبب همین تا بلند میاییم یعنی به اون جایی که بسیارتر سبز است بسیارتر رستنی است کوشش میکنید که نزدیک باشه تا اینکه زنبورها سیر باشن هم خشون سیر کنن هم با ما یک چی بیارن آخی این ایوارو برای ما رو آوردیست ملیکه کدام هست در اینجا؟ خواست همین رو نگه دار اینا ملیکه کمی جگری رنگ است هم درستر است اینا ملیکه می شود که همین به دیگر خانه گذرد؟ نه نمی شود؟ نمیگذارن فرق نمی کنند خانه؟ اینا همین با او یشک نمیتروه در او خانه دیگر نمیتروه اگر که در آید خوش میپذیرند یا که چخیل؟ اگر بار داشته باشه قبول میکنند بار داشته باشه اگر خالی داره نمیمونند بار قطعی بیروه همین قبول میکنند نباشه نه این ملیکه یوشه جوان است؟ جوان است همین سالی نه برام گشتگردش چخونی میکنند هم زنبور ها بسیار است و در خانه دیگری علاقه میبینیم که زنبور کمتر است و خالی است این نوع تیار این چی میگند یعنی ورقش میگیریم میاریم از مگزین زنبور این نمیشه و همین سیم خطی میکشیم میمونیم همین زنبور تیار میشه این از 3-4 روز پیش مونده بودیم دیگه نکشتی سه خنکه این چی کار میکنه؟ این تیار خوره و یعنی ورقی که کمک میرسونه تا اینکه اینها اصل جمع کنن همین است اگر همین خوش رو مناسبت کنیم خوب به راه مانیم طرز نگاه بینش رو هرچی بیشتر البته این
مثال چیز دارد شیر دارد شیر داره. شیر زنبور میگم این در چند درد دوا است. شیرش رو هم میگیرن؟ شیرش هم میگیریم انا چیزش هم میگیریم پراپولیس میگن این جوده اینا چسبیدگی این ایوا این رو میگیریم با گردی گل میگیریم همه چیزش فایده است. یعنی در اینجا هر آن چیزی که ما میبینیم فایده ناک است. فایده ناکش بسیاره. و باز دیدم خونه زنبور اصل میگویند در بازارها میفروشند آن هم میگویند که خیلی دوا بخش است. این همین همین را این همیده هم بازار لعلی داموندگی میبرن میفروشن. من همین را نیست آموختن میخواستم دانستم میخواستم که چگونه فرق کردن ممکن اصل تازه را از آن اصل‌هایی که خودساخت است و یا گویم فایده بخش نیست و یا درست نیست. ایراد خیلی آدمی بفهم نباشی نمیفهمی. تجربه دار. یعنی میشود که یک نمود اصل هست سخت است یک نمود دیگرش ملایم تر است و چگویم زرد چتاب است یک نمودش سرخ چتاب است سفید چتاب است. این وابسته به علفی همین کار میشه. وابسته به علف میشه. مثال اینا منج میگیم گلوی کبوتر علف سفید است. یوغان میگیم او سرخ میشه. اینا کوکتی جمیلک میگیم این اینجا بهتر بسیارتر همین علفای چیزش زردلیش میاد اصلش سخت میبید که ملایم نه سخت رو میاد ملایم ای سخت او فرق میکنیم که این سخت اصل سخت این میاد این اصل سخت میشه این محکم کردگی این اصل سخت میاد انا جودا اوکای کو محکم نکرده انا وش ملایم میاد یعنی این رو در علاهیدگی هم گرفتن ممکنه و جدا کرده هم گرفتن نه یک بعد آخر دامو چند کشید میگیری یعنی در عموم میگیریم علاهیده جدا کرده نمیشه یک جایی یک جایی میگیریم این بعد این که هازی نیو تخ دارن ما که میستیم تخ ما میروه یا هفته نیم هفته پس بعد دیگه تخ کم میشه بعد میگیریم همورا حاضرش ده همون یگم مایده که همون به تخ به زلال آور باشه هموش ما میگیریم نباشه دیگه شد چیز میکنیم بید من اینش را کمی کار کرد کنم دود کن و همه جاشه یک خیلی هم یک دو طرف تمرین شویه هستم قدر میشه همون طرزی که شما آموزانی دید اینی ها باید گرفته دیده برایم بله شاگردان دوریدن داریم؟ هست تحت رو نبیرم نه چند تا؟ اینی اصلی خوب اصلی نقص در اینجا دیده ایستاده ایم که چی نیست؟ تخم نیست ایره میگیریم زنبورا خاموشن بید من چی کنم بیا چقونن اینا شما باید از زنبور چقونی کنی از زنبور باید چقونی کمی ترس هست میگم که یکی آسیب نرسه بعد ساز میشه یاد میگیره اولیا برد ایره بگیر لطفا بگیر شما محکم کنی حاضر یا برا یک چیز بگیریم بودی بسیارتر بود است انا این همون ورقه هایی که مانده بودیم این زنبور اویله بقوت هم ایره تیور کرده است هم اصل آورده است ایره میگیریم اینش را میگیریم بیاید یک تای دیگرش رو خودم میگیرم مایلش هست بیا شما چیز کنه نگاه کنه کدومش همون امکانیت گرفتن دارد این نمی نه اینجا کم این کمتره کدومش که کم باشه نمیگیریم شه حالا گیرم برتا بر
Yani İran tıkmış pişiyor. و نهایت برآوردیم. این کمترک وزن داشته خچم ها واو. میگیره میره. میگیریم. اینا میگیره. بطاق سخت بخم. سخت. هولیم سخت. هولیم سخت. میشه. بیا. بیا کتاب خواهی که نزدیک بره نزدیک. زنبور درویش. بیا اخیر. کمتر عقیب میریم. بیا که شما چیز کنم شما چیز آورد دوری. بردارم. یا بردار. وقتی ما هم پر شد. پر شد ایرز حوضش نشه. حوض ایره میگیریم اول. بعد دوام میدیم. حالا که ما اینجا آمدیم برای عسل گرفتن. با عسل گرفتن باید خونه محکم باشه. محیط سازگار. سازگار با محیط سازگار. برای که زنبور نداره. زنبور که درآمد خلال میرسونه. بعد در درون این میدروید تا میتیم نابود میشه. برای همین محکم باید محکم باشه. و این اسبابی که عسل میگیرد. عسل میگیره. این عسل میجه پیش این اگر اسبابی دوره پیش مایده ستا حاضره برآمدگی کلان 4 تا خودش تو میخوره. ایره ما هر یک وقتی ماندیم با میکشیم زمکره میکشیم چپانه میگونیم. و اکنون نشان میدیم که چگونه بوستن اسباب عسل میگیریم. کورچه را گرم میکنیم. کورچه در درون آب گرم میکنیم. جایی که محکم است هوایش رو. اما اگر چیز نکنیم انا چیز نمیشه. عسل نمیبروید. باید که کشوده باشه. گفتید دوام 8 سال باز شما با همین هنر مشغول هستید. از کی آموختید؟ ایره یک خش داشت زنبور. بعد قطعی همو یک دو روز همین خیلی رنگی شما شاگرد استادم. شاگرد استادیم به همو یاد داد. پسند آمدن؟ پسند آمد. پسند آمد. انا بعد به ما خمون کردیم. دوامی چقدر وقت آموختید؟ یک 2-3 ماه استادم. همین تا یک نگاه کردیم گروزای در کاری رفتیم یاردمش کردیم. یعنی یک موسم حساب پیش ما بوده. بله یک موسم. انا یاردم کردیم بعد با همو آدم زنبور گرفتم. خریدیدم؟ زنبور خریدم. کردیم سال یکم 4 تا زنبور کردیم برای خودمان. 4 یشیک؟ 4 یشیک. گفتیم که همین خودمان بخریم میشود. بعد 4 یشیک کردیم. سال دیگریش 8 تا کردیم. اما زنبوروی خودتان بسیار شدن؟ نه بعد تا 30 تا رسید. بعد زنبور فروختیم با عسل فروختیم. پول شده. انا همون جانب چیز میکنیم حاضر همین 20-25 تا 30 تا هست. بهار زنبور میفروشیم 15-20 تا. برای که ما با دهقانی میکنیم بسیار وقت همه وقت قطعی نیستیم ده. برای همین صفش کمه. اگر مثال بیشتر دقت دهید اگر باز بسیار میشود قطعه هایتان زنبور البته همین 20-25 تا بهار ده حرکت کنی 50-60 تا زیاد میشه. برای همین ما هم خمی کنیم هم کم ترک برای که دهقانی داریم باز با دیگر کارا مشغول هستیم. بله. انا شگر همیشه هم شگر میشه. فقط با یک سم؟ نه با یک سم با ایچنان توب میتیم. دوامی چقدر وقت توب باید؟ 1-2 مینوت توب میتیم. 2 دقیقه کفایه است؟ همش خالی میشه؟ با 2 دقیقه این طرف توب میتیم. پس شما 2 دقیقه این طرف توب میتیم من 2 دقیقه؟ مایلش.
کردم که وزنی است ولی نه این اوسم سبک بوده است. آه میشه سخت و یا آهسته تاب دادن فرق نداره؟ یه میانه تاب میتونه سختی بد تاب تیم اگر رمکهی که او ورق ماندگی بود که تازه اما میکنن برای که وقت خامه زنبور آمدند میوه هم میوزگی برای که رزویت کش سخت کار میکنه هم یه تشبیه بینه که بو تاف است همش میان کفایه است؟ اما اصلی که ما زیری همین اسباب دیده ایستاده ایم ظرف تقریبا چند کیلو است؟ همیشه هست یا 7-8 کیلو 7-8 کیلو از چند خانه زنبور ما گرفته توانست؟ 6 تا گرفتیم از 6 تا این خانه ها رو میبریم؟ این خانه ها رو میبریم جوش نمیمونیم با زنبور همین رو تازه میکنه اصلاشو میگیره تازهش میکنه تیار میکنه برای تخم ماندن و برای آینده کار کردش تشکر به شما به همین طرز میگیری؟ اینم که چقدر اصلی زیبا محکم میشود یعنی اصلا گرفتیم یعنی ریختیم در پیاله دیدیم چقدر یه تنیم تا پر داره همین پر در هم فلگ میبریم میمونیم 3 روز 2 روز میسته همش بالا میبره همین رنگ شیر تازه میشه اصلا تازه میشه این ایوه رو بعد میگیریم با الک دا میپولیم اصلاش میگیریم با اون پرکا رو میفریم میره رنگ شیر تازه میشه اصلا حاضر اصلا بو بکشه اصلی که هیچ خیلی بوداره از روی بویش فهم که اصلا تازه است یا نه؟ بله خیلی ختون بوی خوش داره ختون شاهد زنده اینا کورا دی طبیعتی خیلی فورم تازه هوای تازه بله و بیوسته اصلا نیست تازه تشکر به شما این همه رو آموزید شما هم یاد گرفتیم بله بهانه همین برنامه شد که ما نیز اصل پروری اصلگیری رو آموزیم و بیننده عزیز ما حالا دست جمعانه تشکر میگوییم به فتیدین صالح که این همه را به ما آموزانیدن واقعا یک برنامه مفید بود که برای خود بسیار چیزها را آموخته توانستیم باری دیگر سپاس سلامت باشید خوش آمدید با همین برنامه به انجام میرسد دوستان عزیز خانه آباد باشید خیر